مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که ورود زنهای سطرپوش را به بینای وزارت و اداره ها و کارخانه های خصوصی با قبول قانون منع کنند. حالا یک گروه مخصوص کاری به تهیه طرح پرداختند که انتظار می رود ورود زنهای حجابدار را به تمام اداره و مؤسسه ها ناوابسته از شکل مالکیتشان ممنوع کنند. گروه در نزد مرکز ملی قانونگذاری تاجیکستان تشکیل شده است. این نخستین تلاش از راه قانون محدود کردن پوشیدن روسری و حجاب در تاجیکستان است. تا به حال مقامات بیشتر از راه دستور و دعوت‌ها پوشیدن لباس مذهبی را محدود کرده و می گفتند که این بخش لباس زنانه و فرهنگ ملی مردم تاجیک بیگانه است و باز می گفتند این اقدام یک فهماندهی است. بهانه رژیم رحمانوف از منع ورود زنان سطرپوش به اداره های چه دولتی و چه خصوصی این است که اولا سطر و حجاب مال بیگانگان است و دوم این که حجاب ناامنی در جامعه ایجاد میکند. رژیم رحمانوف با چنین شیوه دشمنی خودشان را با خدا و رسولش آشکار کرده بودند و این دفعه میخواهند با منع قانونی ورود زنان سطرپوش به اداره ها ضد دین بودنشان را رسمی و قانونی کنند، در حالی که به همه ما معلوم است که سطر و حجاب اسلامی نه اینکه با فرهنگ و سنت مردم مسلمان تاجیکستان بیگانه نیست، بلکه آمیخته به آن است و هیچگاه جدا از هم نبودند. همه اینها در تاریخ ثبت هستند. انکار کردن این مطلب خیانت به فرهنگ و سنت گذشته مردم مسلمان تاجیکستان است و دیگر این که میگویند زنان سطرپوش سبب ناامنی جامعه میشوند، نه، این خطا است، چون اگر سطر را رعایت کنند برعکس سبب ایجاد امنیت در جامعه میشوند. این شما هستید که با عملهای ضد انسانیتان و با ایجاد بحرانهای اقتصادی و فقیر کردن مردم جامعه را ناامن کرده اید.